أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، حکم و طریقه ادا کردن سجده سهو. برادران و خواهران عزیز، تا با آخر خوب گوش اندازید. اول کمتر درباره سجده سهو معلومات میدهیم، بعدا طرز ادا کردن سجده سهو رو پیشکشتان میکنیم. اصلا در عبادت این است که با صفت کمال ادا کرده شود و با صفت کمال ادا کردن عبادت ها واجب می باشد. پس وقتی که طبق مقتضای بشریت در نماز کم یا زیادتی خطایی پیدا شود و با سبب آن در اجر و ثواب نماز نقصان پیدا شد، شرایط پاک حکم کرده است که بنده سجده سهو کرده آن نقصان را کامل کند و نمازش را بر صفت اعلی ادا نماید. از همین جهت سجده سهو را واجب گفتند. همچنین امام احمد و امام مالک نیز همین قول را گفتند. طریقه آن در نزد علمای احناف این است که در رکعه آخر بعد از تشهد یعنی التحیات سلام داده فوراً دو سجده میکند. نزد امام شافعی باشد پیش از سلام دادن دو سجده سهو میکنند. دلیل امام شافعی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیش از سلام سجده سهو کردند. دلیل ما هم نیز حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که بعد از سلام سجده سهو کردند. باید قید کرد که اختلاف در اولیت می باشد، نه در جایز و ناجایز بودن. پس پیش از سلام یا بعد از سلام سجده سهو کردن جایز است. در مسئله به یک یا دو جانب سلام دادن برای سجده سهو نیز اختلاف است، اما صحیح ترین قول این است که اگر امام باشد تنها به یک جانب راست و اگر تنها گذار باشد به هر دو جانب سلام داده فوراً دو سجده سهو کند. امام ثوری و امام احمد نیز بر همین قولند. سجده سهو هرگاهی که یک واجب یا یک چند واجب از نماز با فراموشی ترک شود و در وقت نماز به یاد آید، برای جبران نقص نماز به جا آوردن سجده سهو واجب می‌گردد. مثلا اگر در نماز ویتر خواندن دعای قنوت یا اینکه اگر ضم سوره بعد از سوره فاتحه فراموش گردیده باشد، برای جبران این خطاگی ها به جا آوردن سجده سهو حتمی است، یعنی واجب است. به جا آوردن یک فرض نماز خواه سهوا باشد و خواه قصدا نماز را باطل کننده به سجده سهو پورا کرده نمی شود. در این حالت نماز را از سر نو خواندن ضرور می باشد. اگر در نماز واجب قصدا ترک کردیده باشد به ادا نمودن سجده سهو جبران کرده نمی شود. در این حالت هم نیز خواندن نماز از سر نو پیش می آید. اگر در نماز چند خطاگی صادر گردیده باشد هم ادای یک سجده سهو کفایت است. در حالتی که نمازگزار در وقت خطا نمود ولی در مورد سجده سهو آن را از خاطر برآورد و نماز را به آخر رسانید، اگر تا این وقت روی به قبله نشسته و جز دعا و درود یا ذکر الله تعالی دیگر سخن و کلمه نکرده یا دیگر چنین عملهای هم نکرده باشد که به سبب آن نماز وی باطل گردد، پس هرگاه یادش آمد فوراً سجده سهو کند. اگرچه پس از سلام زمان گذشته باشد و پس از سجده اتحیات و غیره ها را خوانده و سلام دهد. در کدام وقت چه خیل سجده سهو به جا آورده می شود؟ هر کسی که از روی فراموش خاطری واجب را در نماز ترک نموده است، در جلسه آخر تنها اتحیات را خوانده به هر دو طرف سلام می دهد، سپس الله اکبر گفته سجده نموده و سبحان ربی الاعلی را 3 مرتبه می خواند. بعد به جلسه بین سجده می نشیند و باز الله اکبر سبحان ربی الاعلی را 3 مرتبه می خواند. الله اکبر گفته به جلسه می شیند و تحیات صلوات و دعای ربنا آتینا را یا دیگر دعا را خوانده به هر دو جانب سلام می دهد. همین طور سجده سهو به جا آورده می شود. این را سجده سهو یعنی فراموشی می گویند. در صورتی که نماز با جماعت خوانده شود و از فراموشی امام سجده سهو و او واجب می باشد، طبعا بر مقتدی لازم است که در پیروی امام سجده سهو را به جا آورند. اگر شخص در نماز سهو کرد و ندانست که در این صورت سجده سهو واجب می شود یا نه، پس در این صورت باید سجده سهو نکند. اگر در ذمه شخص سجده سهو واجب شده بود ولی فراموش کرده سجده سهو را ادا نکرد، نمازش ناقص می شود و باید آن را دوباره خواند. لیکن آگاه باشد که
дар сурати дубора адо кардани намоз нафл мешавад, чунки бо адо кардани намози аввала фарз адо гардидааст, агарчи ноқис адо шуда бошад. аз ҳамин ҷиҳат дар сурати идомаи намоз агар шахсе ба нияти фарз ба ӯ иқтидо кунад, фарзаш адо намегардад ва бар ӯ дубора адо кардани фарз зарурӣ мебошад. дӯстони азиз, каме ҳам бошад дар ин бора бароятон маълумот додам. боқӣ тан сиҳату хуб рафтор бошед. худо ҳофиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.